سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از چنل ما. امروز میخوایم به شما یاد بدم که فقط در حدود چند دقیقه میتونیم کامپیوتر خود از حالت کندی بیرون کنیم، یعنی سرعتش بسیار بالا کنیم. خب امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین. بدون تلف کردن وقت بریم که شروع کنیم. خب طرفند اول این است که میریم ستار اکس میزنیم و روی پاور آپشن میزنیم. اینجا روی از این کلیک میکنیم. این معمولا روی بالانس میباشه. این شما های پرفورمنس میکنن که برای کار، یعنی برای وقتی شما کار میکنن از بالاترین کیفیت استفاده میکنن و از بالاترین سی پی یو استفاده میکنن. و دومین طرفند این است که ستار آی را میزنین، وارد تنظیمات میشین و اینجا میزنین، اینجا در ستینگ سرچ میکنین ستارتینگ اپ. اینجا شما مثلا که تمام برنامه هایی که در کامپیوتر شما هست به شما نشون میده و مثلا برنامه‌ای که شما استفاده نمیکنین یا غیر فعال کنین، مثلا barrel.net ما استفاده نمیکنم دیگه، مثلا کریتیو بولد دیگه، مثلا مایکروسافت ایج و ون درایو، مثلا این چیزا رو ما استفاده نمیکنم. این چیزا رو ما غیر فعال میکنم و اما ویندوز سکیوریتی رو هیچ وقت شما نباید غیر فعال کنید، چون بخاطر که یک وقت مشکل پیش میاد به سکیوریتی کامپیوتر شما، یا اصلا نه پیام به شما میاد دیگه نه هیچی. این باید همیشه فعال باشه. این بسیار چیز مهم است. خب دوستان عزیز، طرفند سوم این است که میرین در بخش سرچ ویندوز. اینجا سرچ میکنین adjust the performance. اینجا معمولا روی ازی می باشه، این تنظیماتی که خود کامپیوتر با شما ساخته. ایرا just the best performance میزنین، امی دومی روی اپلای میزنین و اوکی. این یعنی کامپیوتر، سرعت کامپیوتر بسیار بالا میبره. و طرفند چهارمی است که میرین در بخش تنظیمات. اینجا روی اپس کلیک میکنین و اینجا تمام اپ هایی که شما داخل کامپیوترتون نصب کردین و او اپ هایی که مثلا نیاز ندارین، اونا رو استفاده نمیکنین، اونا رو انستال میکنین. مثلا من نیاز ندارم دیگه، اونا رو انستال میکنین. یعنی خیلی به سرعت کامپیوتر ربط داره، خیلی سرعت کامپیوتر مثلا این بالا میبره. توی انستال میزنین، انستال ببین. با این قسم شما میتونین اپ هایی که نیاز ندارین را پاک کنین. و طرفند آخری است که میاین اینجا راست کلیک میزنین و تاسک منیجر میزنین و استارت اپ میاین. اینجا او اپ هایی که شما نیاز ندارین اونا را دیسیبل میکنین و بدون این ویندوز سکیوریتی قسمی که به شما قبلا هم گفتم، این ویندوز سکیوریتی باید همیشه روشن باشه. مثلا ما چیز نیاز ندارم، این barrel.net این دیسیبل است. این مثلا این HD آدیو کنترل اینا ما نیاز ندارم، این روی دیسیبل میزنم. و اگه دوباره خواستیم که اینا را فعال کنین، راست کلیک میکنین روی انیبل میزنین و اینا را به خاطر من نیاز ندارم، اینا را دیسیبل میکنم. و از اینجا شما میتونین مثلا حتی چی را کنترل کنین که مثلا اپ استفاده نکنه اما بسیار کم. اینجا مثلا روی پراپرتیز میزنین و مثلا run this program as administrator میزنین. این باز مثلا بسیار کم از چیز شما میگیره، یعنی سی پی یو اینا بسیار کم استفاده میکنه.
و این بود ویدیو امروزی ما. تا ویدیو بعدی خداحافظ. شما حتما در بخش کامنت به ما بگوین که کجا مشکل داشتین و کدام بخش کار نمیکرد. تا ویدیو بعدی خداحافظ.